سلام بچه‌ها، خوش اومدید یک ویدیو دیگه. امروز می‌خوایم داخل این ویدیو بریم ریاکشن بریم به یک کسی که همه چیزو میخوره، یعنی همه چیز خوره دیگه، همه چیزو میخوره. بریم ریویوش ریاکشن بریم. اگه ویدیو دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله آقا شمال کنید تا ویدیو جدید گذاشتیم بخار بشید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اسمش از محمود بابایی داخل اینستاگرام 129,000 تا فالوور داره. بلاگر. ببینیم که چیه. یه پستش بریم ببینیم چند تا پستشو. این پستش چیه؟ بریم داخل پستاشو ببینیم. یه پستش اینه که چارش خوردن شامپو، یعنی واقعا این شامپو رو میخوره، یعنی دیوانه است. ببینیم واقعا این کار رو میکنه یا نه. این شامپو. مردم عزیز ایران سلام. من محمود بابایی دور قبل با این شامپوی شبنم خانواده براتون یه چالشی برگزار کردم که برای خیلیاتون چک و چوکایی بود که این آب میوه است. خب امروز میخوام اول آزمایش کنم، بهتون نشون بدم که این شامپوی شبنمه، بعد اینو یه ذره برم بالا، بعد اون موقع متوجه میشین شما که خود تنی کیه، لون تنکیه. آماده ای؟ برو که ببینی واقعا شامپوی یا آب میوه، ولی بکنم شامپوی نکنه در میزه سرش داره امتحان میکنه. واقعا شامپوی بله کافته. این شامپو متوجه شدین؟ آره اینی میخوره یا نه؟ شستم که دستم کنه. وای خورد، شامپو رو خورد. شامپو رو خورد. چطور ممکنه نمیره؟ من چطور میتونه این کارو کنه؟ بچه نظرتون نیست، واقعا این دیوونه است. حالا متوجه شدین؟ باز یه سری فکر کنم میان که آقا این آب میوه بود، نمیدونم چی بود. الان که متوجه شدین چی بود، چی خوردم. شامپو رو خورد. شب بخیر. خب بریم یه ویدیو دیگه شو ببینیم. یه ویدیو باحال ازش پیدا کنیم. مثلا باز چه چیز عجیبی رو خورده. مثلا ببینیم چه چیزی رو خورده. خب بچه ها ببینین. خب بچه ها اینجا رو ببینین. چالش خوردن وازلین. شامپو رو که خورد، وازلین رو ببینیم میخوره. وازلین رو داره میخوره. این دیوانه است. این کیه دیگه؟ محمود بابایی دیوانه است این مرده. وازلین رو داره میخوره. من وازلین میخورم. یه لحظه این ویدیو رو رد نکن. وازلین. مردم از ایران سلام. من محمود بابایی امروز دادم وازلین براتون بخورم. آماده ای؟ وازلین رو برو که بریم. باز چه نوشه؟ وازلین رو باز میکنه که با وازلین رو خورد. چطوری؟ وای این دیوانه است. عقلش از دست داده. این معده‌ش میشه یا دیگه نمیمیره اصلا. مریض نمیشه. چطوری اینجوری میخوره؟ ازتون ببینید چطوری اینجوری خورد. شما با وازلین خودتون رو چرب میکنید. من وازلین میخورم. من مثل هیچکی نیستم، هیچکی مثل من نیست. روی این تنم. خشی فینیش. مثل اینکه مازندرانی هم هست. وازلین رو خورد، شامپو رو خورد، وازلین رو خورد، خیلی چیزا رو میخوره. حالا ما چند پستش داریم میبینیم. حالا میبینی یه چیز دیگه میاد چیکار میکنه.
میاد روغن رو میخوره. ببینید عجب روغنی بود. مردم از ایران سلام. من محمود بابایی امروز قرار براتون چالش خوردن روغن بدون پالم اویلا رو داشته باشم. این چالش رو هر کسی تو دنیا اگه میتونست که کس توانش نداره و من چون روی این تنم این چالش انجام میدم میلیون ها باید حمایت میشد و انتظار دارم حداقل این پستم کشنده است واقعا بالای 20 میلیون حمایت بشه. آماده ای؟ برو که برو. وای روغن رو میخوره. وای بچه های دیوانه است. یعنی روغن رو داره میخوره. این دیوانه است. چطوری داره این کار میکنه؟ مریض نمیشه؟ بچه شما هیچ وقت این کار نکنید. این کارا خیلی شاید براتون آسیبی پیش کنه. روغن داره میخوره. این واقعا نمیدونم چطوری این کار میکنه. یه روغن کامل رو خورد. دهنم چرب شد. عجب روغنی بود. خشی فینیش. خب بچه باز چه چیزایی رو میخوره؟ خیلی چیزا رو میخوره. شب بخیر. مردم عزیز ایران سلام. من محمود بابایی دور قبل یه چالش جایده‌دار تو پیجم پست کردم. اونم این که هر کی مثل من تونست یه شونه تخم مرغ خام و یه نفس بخوره بهش 5 میلیون جایزه میدم. اما کسی نتونست. امروز با یه چالش خیلی آسون اومدم. اونم این که هر کی مثل من این دو تا تخم مرغ خامو با پوست بخوره بهش دونه 5 میلیون یعنی 10 میلیون جایزه میدم. آماده ای؟ برو که خورد. خب بچه این بود از این ویدیو. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب کنید. زنگوله بغلش فاکر تا ویدیو جدید گوشتی مخبر بشید. کلی ویدیو خفن داریم که سورنا و هوافز هم توش هستن. این ویدیو توش نبودن و ویدیو دیگه مطمئن باشید که هستن. تا ویدیو بعدی میبینمتون. یعنی مثل تا میبینمتون و خدا نگهدار.